توهره؟ آخ ناجی وظیفه داشتی میگی اینو بخور اونو بخور. کرونا همچنان قربانی میگیرد. در خانه هایتان بمانید و نظافت فردی را رعایت کنید تا بتوانیم زنجیره این اپیدمی را قطع کنیم. حاجی فدای تو بشه. حیاتی کی بودی تو؟ خب من دیگه باید برم. ندیدی همون چی میگفت؟ کرونا افتاده؟ خجالت بکش. لکن نقی من باید برم نساجی. پسر جون رونالدو توی قرنطینه هستش، تو که دیگه دکور مهم نیستی که. بی تربیت. گل گفتی گل. چطور تو صبح رفتی بیرون؟ اول اینکه من مجلسی بودم، استانبول حاجی بودم، رفتم مجلس. فقط این رئیس مجلس بود که گفت تعطیله. آقا گفتم که چرا؟ ما خبر ندادین. گفت من خودم صبح جمعه فهمیدم. ای خدا حاجی جان. جان حاجی فدای تو بشه. با ماشین میرم بیرون آقا. سرجان شما ماشین رو بر میداری، تو قدم اونورتر یک نفر لوکشیدی میاد برای تو سرفه میکنه، تو لپی میافته تو ماشین. تو ماشین شما سقفی نداره که. بعد بر میگردی همونو تو لپی میدی به بابای مریضه. بابای شما هم که ماشالله سندروم دست داره، بیقراری میکنه، کرونا بگیره، کسی نمیدونه نزدیک این پسره بشه. میدونی دیگه هیچ کس نمیدونه پدر شما رو کنترل کنه. علی آباد میشه معدن کرونا، آباد در آباد میشه. گل گفتی گل. ای خدا من دیگه رد دادم. هر کاری میخوای بکن، به من مربوط نیست. یا مکه مکرمه یا مدینه منوره، مدینه بایته. ببو جون این صرافه رو بذار پایین. بشین خونه دایی جون، پا رو پاهای دراز کن. دوم تو قد داری، هر نیمت به کل مازندران میتونه ویروس رو بده. بشین خونه دستا رو با آب و صابون بشور، با جون مردم من بازی نکن. من دیگه رد دادم، من میرم بخوابم. همیشه هم قبل خواب تو چایی بزن بعد بخواب. من برم دنبال اما سارا نگاه دستکشره مسکره من بیاری من برم. آخ اسکندر زمانی تو نقی من فتحی تو بشم.